سلام، من دوباره اومدم با یه ویدیو نسبتا رندوم دیگه که به خاطر پایین بودنش فی شبکه بیت کوین یک سری از دوستان پیشنهاد داده بودن که یه سری کیف پول لایتنینگ دیگه رو معرفی کنین. یه نگاه انداختم گفتم چه کیف پول لایتنینگی جدیدی وجود داره که آدما میتونن نصب کنن، استفاده کنن و دیگه کانالای لایتنینگ باز کنن و اینها، چون گفتم فی شبکه بیت کوین الان خیلی پایینه و میتونن بهره ببرن از این وضعیت. یکی از دوستان بیت کیت رو پیشنهاد داده بود که اسمش خیلی بامزه بود. گفتم ببینم چیه. bitkit.to پروژه به نظر جدید میاد و من اولش حس کردم نمیشناسمشون، بعد دیدم که شرکت سینونیم مثل این که جان کاروالی و دوستانش باشن، مثل این که روی این پروژه کار میکنن. اولی نگاه به وبسایتش بندازیم. این بگم که تا جایی که من متوجه شدم که کلا فقط اپ استور و گوگل پلی، یعنی در واقع رو گوشیه فقط، خب اندروید و آیفون. و change your wallet change the world، خب به نظر خیلی فضای سلیک و به اصطلاح خیلی شیک و پیک و باحالی داره. Ultimate Bitcoin Toolkit. Bitkit is a simple yet powerful self-custodial wallet. Pay anyone, anywhere, anytime. خب سلف کاستودیه، حداقل ما الان اینو فهمیدیم سلف کاستودیاله. و اینجا تو تصویری هم که من میبینم سیوینگ سپندینگ جدا کرده و روی یکیش لوگوی لایتنینگ، پس این یعنی لایتنینگ هم داره. پس Few understand this. Beneath every custodial wallet lies a self-custodial wallet, just not yours. Take control of your money and you'll never have to beg for permission to spend it. خب چیز باحالیه. خب خوش آمده. چیزی که اینجا نوشته میگه یادآوری میخواد بکنه به افراد که زیر هر کیف پول کاستودیالی یک کیف پول غیر کاستودیال هست. یعنی شما مثلا اگه بگیم حساب اکانت بایننس دارید و پولتون رو پیش بایننس دارید نگهداری میکنید، خب اون پول رو خود بایننس به شکل غیر هزانتی برای خودش نگهداری میکنه. فقط شما مسئولیت رو دادین دست اون. پس شما به هر حال هر کاریش کنید به یک کیف پول غیر هزانتی وابسته ای. پس چه بهتر به جای اینکه بذاری یکی دیگه اون کیف پول واسات مدیریت کنه، خب خودت مستقیم مدیریتش کن، که منطق جالبی داره. Stay true to the Bitcoin ethos. خب بسه دیگه، خیلی چیز کردیم. Solves your Bitcoin pains. Own real Bitcoin not IOE. اینم مشخصا خیلی زیاده این کارا میکنن. تازه فیچرزش نیستین، یعنی یه بخش دیگه داره فقط راجع به فیچرز میخواد صحبت کنه. Custody Payment Boost. Choose your network fee boost transaction. خسته نباشی. اینا در واقع Synchronize through your preferred server. Increase security. خب بریم نصبش کنیم. مثلا من خیلی دیگه زیاد توش چرخیدم. گوگل پلی، میره تو گوگل پلی. همیشه من توصیه میکنم از وبسایت اصلی پروژه ها برید گوگل پلی پیداشون کنید. اینجوری مثلا اگه سرچ کنید بیت کیت ممکنه 1000 تا بیت کیت بیاد بالا. اینستال زیاد نداره، جدیده، پس نسبتا احتمالاً نمیدونم حالا کی اومده و اینا. نصبش کنیم ببینیم چه خبره دیگه. بره واسه نصب شده. یه چند ثانیه اپ رو باز میکنیم. Bitkit Terms of Use. از اون جایی که من علاقه دارم اینو بخونم ببینم چی میگه، ولی الان واسه ویدیو خیلی زمان میبره. اینا رو تایید میکنم بره. همه آدم ها این کار یه نفر داشت میگفت بزرگترین دروغ دنیا، بیشترین دروغی که در دنیا گفته میشه اینه که نمیدونم I accept و I read this، نمیدونم terms of condition و این هاست، که خیلی جالبه. راست هم میگن دیگه، همه دروغ میگه، هیچ که انجامش نمیده. من بسته به چیزی که دارم استفاده میکنم علاقه دارم. بعضی وقتا میخونمشون، خیلی هم آموزنده است بعضی وقتا که شرکت چی میگن چی نمیگن. حالا on a different note به قول خارجی ها، یه چیزم هست، یه دونه extension هست Terms of Service Didn't Read TOSDR اسمش هست. مثل این که واسه تون خلاصه میکنه اینو و ترتمیز مرتبش میکنه، ریویو هم روش اگه کسی گذاشته باشه نشونتون میده. خب این ادوانس ستاپ هم داره که نمیدونم چیه.
از وقتی که بخوای پس فریز داشته باشی و والت داشته باشی. خب خوبه. اگه ریستور رو بزنیم چی میگه؟ Don't install your BitKit into multiple phones simultaneously as this can corrupt your data. اینا نکته مهمیه. واسه که پولای لایتنینگی که سلف کاستودیال شما بهتره که رو چند تا گوشی نداشته باشین، چون دیتای حالت قبلی کانال با دیتای حالت جدید کانال ممکنه تو 2 تا گوشی فرق کنه و اگه همچین چیزی رو شما به شبکه برادکست کنی اون وقت به حالت تقلب ممکنه در نظر گرفته بشه و خرابکاری بکنه. یه والت بسازیم، نوشته setting up your wallet و درصد میده و موشک هم رد میشه. به به، یکی پول ساخت، همه چی آماده. To get started send bitcoin to your wallet. اونجا میگه ریسیو بزن و یه بیت کوینی دریافت کن. Want to receive lightning funds receive on. خب میخواد کانال واسط باز کنه احتمالاً. Your spending balance. طبیعتاً چیزی که به نظر میاد اینه که میخواد کانال باز کنه. همین اول ماجرا اگه این کلیک کنید فعلا، ولی رو شبکه خود بیت کوین آدرس هم بهمون داده. دیگه چی؟ QR کدم میگم این اسکنرشه، اینم سند که شما بزنید میتونی به کانتکت ها رو نمیدونم چجوری احتمال چیز میشه. اینوایس میتونی پیست کنی، منیوال بنویسیش یا QR کد بذاری. خب نباید الان به من بگی که برو بکاپ بگیرین کیف پول رو. ویجت سیتینگ اپ استاتوس والت، بریم سیتینگزش، جایی که واسه من اهمیت داره اینجاست همونه. خب شما میتونی یونیت تو واسه هم تعریف کنی. میگه کلاسیکش این شکلیه، مدرنش این شکلیه، یعنی این چیزایی که خودشون ترجیح میدنه. ترانزکشن سپید میگه به صورت چیز از قبل تنظیم شده میخوای همیشه مثلا فیا واسه تعیین شه، یا میتونی کاستوم خودت ست کنی چه عدد فی داشته باشی. معمولا کویک پی هم میشه اینجا فعال کرد. frictionless payment و paying QR codes when scanned. این QR کدی که اسکن کنی درجا پرداخت میکنه دیگه، نیاز نیست تایید بدی رمز بزنی احتمالاً. security and privacy swipe balance to hide balance on open. For ease of use one when sending over 100. pin code نداره و فعالش کنه آدم اینجا. backup جایی که باید بگی باید بری این کارو کنی. واقعا نمیدونم، شاید ازت میخواد اول یه دریافت داشته باشی بعدش پیگیرت بشه بهت بگه بیا بکاپ کن. reset and restore wallet backup your wallet last data backups connection receives transaction log tag contact backup your wallet. اینجا مثل این که قراره 12 تا کلمه رو نشون بده. خب خلاص این که این 12 تا کلمه‌ای که اینجا هست رو شما باید کاغذ بنویسید، یادداشت کنید، نگهداری کنید. اگه نمیدونید که چرا اینا مهمن و چقدر مهم باید و چجوری باید رعایت کنید و نگهداریشون رو درست انجام بدید، یه ویدیو دارم که به اسم تمام این نکات امنیتی که در مورد بیت کوین باید بدانید با یه عنوان خیلی طولانی که اونجا توضیح میدم که چرا اینا مهمن و چیکارا باید بکنید و چجوری باید نگهداری کنیدشون. کانتینیو میزنیم، میگه حالا کانفرمشون کو. خب باشه بی خیال شیم دیگه، نمیخوام همه‌شو وارد کنم الان. خب واسه ریستور کردن اگه بخوام اینجا هم میتونم کلا کل کیف پول رو ریست کنم. کنجکاو هم بدونم که بکاپ های لایتنینگش کجا میره. ادرس تایپ هم میتونم انتخاب کنم. کوین سلکشن هم میتونم انتخاب کنم با چه روشی باشه که چیز جالبیه. من به ندرت دیدم کیف پولی اینو اصلا فکر کنم تنها کیف پولیه که من دیدم بهت میگه که کدوم مود رو بخوای استفاده کنی، مثلا چه جوری مثلا کوین هات انتخاب شه، که هم خوبه هم اگه خیلی بخوایم سختگیر باشیم توی یه شرایط خیلی خاصی میتونه علاوه پرایوسی ذره ضعف ایجاد کنه. خودش میتونه یه جور فینگرپرینت بشه این ماجرا. payment preferences lightning on chain with contacts lightning connections. اینجا من هیچ چنلی ندارم، حالا این اسمش گذاشته خب خودش میخواد
advanced manual setup node ID. از اینجا ما میتونیم دیگه به چنل وصل شیم. این شکلی میتونیم ما to manually open a lightning connection to the node details to continue. از اینجا میشه lightning چنل باز کرد. use other wallet منظورش چیه؟ منظورش که با یک کیف پول دیگه استفاده کن، بیا پول بفرست به این کیف پول. باید میکنم این منظورش بوده. بیایم دوباره این بخش بعد کانکشن که میزنیم transfer from savings. این باید این شکلی باشه که اگه شما بیت کوین آن چین روی این کیف پول دارید از اون ور میداره و احتمالا یک کانال لایتنینگ واسهتون باز میکنه. بریم عقب ببینیم چی هست. لایتنینگ نود. خب LDK نود ID. الان این آیدی نود لایتنینگیه که فکر کنم داره واسه این استفاده میشه، یا در واقع این کیف پول شما در واقع حساب میشه. اینم نود بیت کوینیه که بهش وصل هستین که یک الکترون سرور هست که احتمالاً وصله به که مال خود همین شرکت سینونیمه که بهش وصله. کیف پول ترتمیزیه، یعنی منوهاش و اینا و فضاش خیلی خوبه. این فونت گنده و درشت هم خیلی یونیکش کرده، یه مقداری دیزاینش میتونم بگم جالبه. حالا باید بیشتر ازش استفاده کنم ببینم چه جوری میشه، مثلا چه چیزای خوبی در موردش هست که همین الان چیزای خوب در موردش بود. خودش چنل لایتنینگ واسهتون باز میکنه، میشه باش بیت کوین دریافت و ارسال کرد. اپش هم خوب کار میکنه، روون کار میکنه، فرآیندام نسبتاً راحت و غیر پیچیده هستن و آره چیز خوبیه. اونو من برداشتم اینجا تازه به من میگه که ساجستشن هامو داره بهم میده، بهم میگه این کارو کن، اون کارو کن، فلان کن، اینجوری کویک پی انجام بده، همه چیزا رو داره بهمون چیز میکنه. یه سری ویجت داره اینجا. I was interviewed on CNN as Tacker News داره چیز میکنه. باز کنم چه خبره. کیه این سیسرو؟ اخبارم میذاره واسهتون در مورد بیت کوین. آره اینجا هم داره میگه بکاپ کن، سپند انجام بده، سیکیوریتی شو ستاپ کن، رمز بذار، خریدش رو اینجا انجام بده و غیره. نایس. خب این هم بود از صحبت کردن در مورد این کیف پول بیتکیت. به نظرم جالب بود، فضاش نایسه، خیلی خوبه، راحت میشه ازش استفاده کرد. خیلی شما نیاز نداره کار زیادی واسش انجام بدی، به جز اون کلمات رو احتمالا باید یادداشت کنی، بقیهش خودش انجام میده واسهتون. کانال لایتنینگ باز میکنه، خودش منیجش میکنه واسهتون و باحاله. فعلا تا ویدیوهای بعدی.